تقوا یعنی دوستان عزیز ترس از الله متعال، یعنی در هر جایی که هستیم، در هر مکانی هستیم، الله را بالای سر خود بدونیم. یعنی اینمی طوری که ما و شما در خلوتگاه گناه ها را انجام میتیم، اونمو زمانی که ما رجوع به گناه میکنیم بگوییم که الله ما را چی میکنه؟ ما را میبینه. اگر در نماز هستیم بگوییم با الله چی میکنیم؟ صحبت میکنیم. اگر در وظیفه هستیم دست ما با یک کار حرام سر میخوره، سر میزنه، یعنی یک کار حرام انجام میتیم، باید چی بکنیم؟ الله را بالای سر ببینیم، بگوییم الله مرا میبینه. درست است که کسی مرا نمیبینه، پنهانی گناه را انجام میتم، اما الله مرا میبینه. اینجا است که باز من و شما مزه ایمان را میچشیم. یعنی الله متعال میگه در میان شما نه سیاه پوستتان بالا مرتبه است، نه سفید پوستتان، نه قد بلندتان، نه قد پخشتان، نه پولدارتان، نه بی پولتان، نه کسی که تعمیرها و بلند منزل داره، نه کسی که غریب است، فقیر است. اینها هیچ کدامش بالا مرتبه‌ای نداره. یعنی بهترین نیست مگر کسی که تقوا داشته باشه، مگر کسی که واقعا از الله بترسه. این مسئله بسیار مهم است دوستان نهایت عزیز. تقوای الله سبحانه و تعالی را پیشه بکنیم، واقعا از الله بترسیم، در هر لحظه و هر مکانی هستیم الله را بالای سر خود ببینیم. در هر مقام و هر موقفی که هستیم الله را بالای سر خود ببینیم، بگوییم الله مرا میبینه، الله متعال جزای مرا با این کار کردیم میده، اگر خوب است یا خراب است. کوشش بکنیم دوستان عزیز در هر جایی که هستیم واقعا از الله بترسیم. همین تقوا است. تقوا یعنی ای که من و شما هر لحظه که میبینیم یک دوست ما وفات میکنه بگوییم که همین روز بالای سر ما چی میکنه؟ میآید. همین روز من هم پیش روی دارم. متاسفانه عزیزان خود را با دستهای خود دفن میکنیم، زیر خاک میکنیم، با هزاران امید و هزاران آرزو باز میاییم، باز در فکر غیبت.